و دو شرط در خرید و فروش گذاشتن جایز نیست، حرام است. مثلا مثال عادی، امروز بسیار به قول رکلام میکنند که قرضهای بی‌فایز یا رسراچکی بی‌فایز بسیار رکلام میکنند، اما در زیرش چیکار میکنند؟ اگر در مدت 10 ماه تا 10 ماه مثلا مثال تا فلان ماه یا 10 ماه یا 1 سال بی‌فایز است، اگر در همین مدت نسپرده پس جریمه میشود. یعنی شرط الکی بالای یک شرط دیگر میگذارد که پس جریمه میشود، یعنی ربا میشود. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند درست نیست. یا مثال دیگر، زمین را میفروشند، شرط میگذارد که در فلان مدت در فلان مهلت تو باید چیکار کنی؟ عمارت کنی در همون زمین، گردش را دیوار کنی، فلان کنی، این کنی. در شرطنامه خرید و فروش باز شرط های علاوه‌ای می‌دارد که این الکی زمین اصلا وقتی وای پرداخت میکنند زمین را میخرد، در مالکیت او داخل میشه. عمارت میکند نمیکند، یک آشیانه میکند، دو آشیانه میکند، وای مالکیت او شد دیگر، وای صاحب اختیار است، آزاد است. بالای شرط گذاشتن پیامبر صلی الله علیه و سلم چیکار کردند؟ حلال نیست، حرام گفتند.